بچه ها مکتب میخوانه یعنی؟ میخوانه. صنف چند است؟ بچه ها یک دو تاش خویم یعنی پارسال از صنف 12 فارغ شد. خیلی. یعنی دو تاش دیگه شده صنف 7 است میخوانه. دیگه همه ساحه 4-5 قشلاق است به نام قلابات است کلش و در کدامش نام داره که قشلاق وکیل پته یا قلابات بجوری قلابات غلام محمد این همه تو بازار کدامش نام داره. این اصلی کنه قلاباتش هست. در چند روزی را خشک میکنی؟ یه سه بگیم دسته باشه صبح دیگر روز خشک میشه. در 3 روز خشک میشه دیگه؟ به نام یاد خدا وطندارای عزیز سلام و وقت بخیر. امیدوار هستم همگیتان جور و صحتمند هستین و در هر کره خاکی که هستین تن صحت و لباس عافیت به تن داشته باشین. خوش آمدین با یک برنامه دیگر از چینل یوتیوب تاجیک تیوی در خدمت شما عزیزان بیننده قرار دارم. خدا کند که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. دوستای عزیز زیاد پرحرفی نمی کنم، میریم به طرف برنامه و همچنان برنامه خود را از دهکده قلابات آغاز میکنیم و از مردمان محل پرسان میشویم که در زندگی روزمره شان به چه کارهای مشغولند و سبک زندگیشان چگونه است. پس تا آخر این برنامه ما را همراهی کنید. به شما تماشای خوب و با ما باشد برای کار. رفتیم. دوستای عزیز در اینجا قلابات 2 دانه قلابات بوده دیگه، یکی خود قلابات است و دیگریش هم کنه قلابات. دیگه ما از قلابات خلاص شدیم به طرف کنه قلابات آمدیم. خواستیم که ایده که داره به تصویر بکشیم. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحت سلامت؟ بخیر باشین، آرام باشین، زنده باشین. چی نام دارین؟ محمد رضا. محمد رضا. بله. محمد رضا شما از این منطقه هستین؟ از این منطقه هستیم ما. همه اولی ما نیست، همه جای ما نیست. این منطقه به نام چی یاد میشه؟ کنه قلابات. کنه قلابات. بله. چرا این کنه قلابات میگن؟ این از همین سابق اولین قشلاق همه جا که جور شده است با این قشلاق های پسان، این قشلاق های دیگه پسان جور شده است به نام همون کنه قلابات میگن. قلابات کنه. خب غیر از این قلابات کنه دیگه هم قلابات است؟ دیگه همه ساحه 4-5 قشلاق است به نام قلابات است کلش و در کدامش نام داره که قشلاق وکیل پته یا قلابات بجوری قلابات غلام محمد این همه تو بازار کدامش نام داره. این اصلی کنه قلاباتش هست. درست. در اینجا چی کاروبار میکنید؟ در اینجا ما این همه دهقانی میکنیم، کشاورزی همه مسلک ماست. این اولی از خودتان است؟ باز این دیک و چه و این چیزا هم از خودتان است؟ دیک چه و اینا از خودمان است. باید این مردم ها که شالی هاشون میرن همینجا تر میکنن. مقصد ما از همون دیک چه من یک چیزی حق میگیریم. خیروارکی میگیریم؟ خیروار برین میگیریم. چند سیر برین؟ خیروار 1 سیر برین. از چه، دیک و ماشین؟ ماشین نه، ماشین از ماشین علایده است. ما از این همی برنده و این خیرمنجای از همین ها دیگه از همین کلش اکسیر برین خیروار. غیر از دیگه مصروفی چی کاربار هستی؟ دیگه نمی کمونیم دهقانی میکنیم. دهقانی. شالی است، لوبیا است؟ شالی هم میکنیم، لوبیا هم میکنیم، یک کمونیم بعد این است. امسال شالی کردین یا لوبیا؟ لوبیا نداریم، امسال شالی داریم. شالی. بله. حاصلات شالی امسال چه قسم است؟ حاصلاتش خوب است. مثلا یک جریب زمین 2 خیروار شالی میشه. خوش. دیگه شالی خودتان شالی لونگی کردین، سرخه کردین؟ سرخه زیراتی. سرخه زیراتی. آمدی کدامش خوبتر است؟ آمدی همین سرخه زیراتی فعلا در این وطن خوب است. شالوانگی یک دیگه به نام شالوانگی تو حاصلش خوب است. دیگه برنجش هم در بازار کم خرید است، نمیخرن، که نان هم نمیشه، باید مردم قد نمیکاره بود. این مردم شالوانگی هم میکنن؟ دمی منطقه ما مردم نیست شالوانگی نیست، چون که برنجش خوبش نیست. برنجش خوبش نیست. درست. کاروباری دیک چطورست؟
مقصد خوب است دیگه، گذران میشه. گذران شو میشه. گفتین تراکتور از خودتان نیست؟ نه از خودمان تراکتور نیست، تراکتور از مردم است، ما نداریم تراکتور. این حالی که شما خرمنجای دارین و دیک دارین، همه چیز دارین، باید یک دونه تراکتور هم داشته باشین. داشتیم تا این سال داشتیم، همین سال دیگه گم کردیم، دیگه نداریم. دیگه تصمیم گرفتن چه دارین؟ نه فعلا تصمیم نداریم. تصمیم نداریم. چند جریب زمین دهقانی داری؟ 10 جریب. 10 جریب زمین. بله. خودتان چند فرزند دارین؟ خودمان 4 تا بچه داریم، 2 تا دختر، 6 تا. بچه ها همراه خودتان است؟ بچه ها همراه خودمان است. آرزویی کردن؟ نه آرزویی نکردن، میده است، فعلا در مکتب هستیم. درست. این شالی فعلا از کیست؟ این شالی از این ما هستن باید میگن. چی رقم شالی؟ سرخه است؟ سرخه زیراتی است. سلامت باشین بیادر. خیلی شکر. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحت سلامت؟ بخیر باشین، سلامت باشین. چی نام دارین کاکا جان؟ محمد حسن. محمد حسن. از کجا هستین محمد حسن؟ اصلا از این در خط دیگه فعلا که میجاست. خانه هم میجاست؟ خانه میجاست. خانه دکان داریم، خانه کم کم دیگه خانه میگیم ازنش. دکانی چی داری؟ دکان پرچین فروشی می. خوراک فروشی دیگه، چای، صابون و کچالو، پیاز و چیزا. کاروبار چطور است؟ شکر الحمدلله. خوب است. شکر میشه. این شالی از خودتان است؟ دکان من هست. چند روز میشه که را بریان کردین و هفته میکنی؟ یک هفته دعا بود. دیروز پریروز دعا کشیدیم، دو روز بریان کردیم. امشب خلاص کردیم. چقدر شالی است؟ 6 خروار. 6 خروار شالی. در چند روزی را خشک میکنی؟ یه سه بگیم دسته باشه، صبح دیگر روز خشک میشه. در 3 روز خشک میشه دیگه؟ باز برنجی از این میفروشین، میخرین؟ نه خردار است. زمین دهقانی هم دارین؟ کم کم داریم. 2 جریب زمین داریم. 2 جریب زمین. چند بچه دارین؟ بچه یک تا. اونم تو بچه که تاقین دار؟ مکتب میخوانه یعنی؟ مکتب میخوانه بیچاره. ماشاءالله بسیار. غیر از این گفتین دکانداری دارین؟ دیگه خیلی بچه ها زمانی که از مکتب بیای پیشتان شاگرد است دیگه در دکان؟ در دکان ما دیگه مثلا خودمان دکان کار میکنیم. کارگار دهقانی، حاصلات دهقانی امسال چه قسم بود؟ بسیار خوب، امسال فوق العاده بود. لوبیایش لوبیا کرده بودیم که اساس لوبیا گرفتیم. لوبیا راستی لوبیا در بازار چند است؟ لوبیا فعلا 5 ارزان نشده مگر؟ ارزان شده. لوبیا یعنی بو امی فعلا که بدر میشه این تر است فعلا باید از این امی خرد. باز شاید ای اگر قاقم شد کم بزنه؟ در گوجه باید شاید نیم سر اثر کنم، چارک اثر کنم. اول این چاشت اگر قطعتان میمان شیم یک لوبیای اساس برمون پخته کنید. لوبیا پخته میکنیم هر چی که بخواهید. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. خیر. امسال حاصلات کدامش بهتر است؟ خوب است، شالی هم خوب است، بد نیست امسال. لوبیا را خود هنوز میده نکردیم که چی رقم است، مثلا نظر به دیگه سالا ان شاءالله خوب است، بد نیست. شالی را مقصد دیگه جا از شالی خود رضایت کامل ندارن، چون که شالی امسال حاصلاتش از دیگه جا کمتر است. ارزان است، ارزان هم است. اصلیش هم باز لوبیا خوب است، قیمت است. زحمت لوبیا زیادتر است یا شالی کدامش؟ شالی زحمت زیاد داره، لوبیا قدر زحمت نداره. که همین لوبیا را که ما مردم میبینیم خشایش نفر داخلش زیاد است، بنابراین ما لوبیا زیادتر است. نه یه خشابت داره خلاص دیگه زحمت نداره.
شالی کی بیده بین که از ما عمل کی بزرگ میپرتوی ده کنی ازی که سرگردان است تا اینمی وقتا لوبیا فقط دنده سیما پاشیده و جمع میشه خلاص میشه وقتش کم است یه خشاوه داره خشاوهش کمی که جنجال داره لوبیا را همین نگهداریش یک کمی مشکل تر است خاصیتی مثل یک میده اشتوک داره مثل میده اشتوک ببین که نگاه کردنش مشکل است اینمی بده خاصیت می داره اگر دایی بلدیت نداشته باشی دیگه فکر کنم تیز از بین میره خراب میشه نفهمی سیستمش نفهمی دواش نفهمی کاربارش نفهمی یک کسی پاشیده بوده امی تیرماییش تقریبا 4 جریب زمین بوده روز اما تو در قد تیر میشدیم ایرا زمینش قاق بود عمل نداشته یک کسی گفته که راو بوده ایرا که او داده دیگه کلن از بین رفت خراب شده نفهمیده نه دواش تیرمایی ازی هم نمیخوره درست نمره که او خراب کرده گفته خونده کسی که بلدیت نداشته باشه دیگه بسیار مشکل است مشکل است در قریه شما کلینیک موجود هست نیست؟ کلینیک هست نه کلینیک هست دور است بسیار مشکل است کلینیک یک کلینیک هست هرچی هم قومی میزده گفتم که یک کلینیک دیگه سخته شود دور شود بسیار مشکل است راش دور است هست کلینیک هست بسیار دور است کلینیک دروازه پته واقعا خیلی راه است دیگه اگر اینجا چون که امی خانه هایشان یک کمی دور است به همون خاطر است اگر این مردم یکان پیشنهاد بتن باید یک کلینیک اشد ضروری است نمی ساحه سنی مکتب 2 جریب زمین است مثلا قضاوت به مکتب نیست که قدر ساحه زد ها نصف امیر نصف ازیرا کلینیک میشد نصفش مکتب میشد بس بود دانه به خاطر که مشکلات مردم حل میشه مشکلات مردم رفت میشه دور است از زمین سر مکتب ازیرا گرفته پیاده میره صبحی که میره عصر میآید اوجا میره و نوبت نمیرسه یعنی یک ساعت راه میگرده این دو مشکلات از دیگه بچه ها مکتب میخونه یعنی میخونه صنف چند است بچه ها یک دو تاش خویم یعنی پارسال های صنف 12 فارغ شد یعنی دو تاش دیگه شاید صنف 7 صنف 8 میخونه شاید بچه ها را یک دو تاش در دکان پیشتان شاگرد باشه در نبود خودتان خودم هستم دیگه بچه ها دیگه در کار بار میره و مکتب میخونه دیگه ما خودم هستم دیگه سلامت باشین کاکا جان بخیر باشین سلامت زنده باشین یک جان سپاس